با پیدا نمودن قهرمان برنامه نوبتی لحظه مهمان خانوادان شما هستیم. با برنامه نوبتی افتخار. السلام علیکم هواداران عزتمند و در برنامه نوبتی همون است یکی از جوان دختران فعال رو که در سمت صنعت و فرهنگ موفق است و در سبقت‌های زیاد اشتراک نموده است. بخصوص در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دو مرتبه اول مقام اول و مرتبه دوم شاه جایزه رو به دست آورده است. بعد چند لحظه می‌گذاریم به قسمت معرفی قهرمان برنامه نوبتی همون. قهرمان برنامه نوبتی افتخار فرخنده غیب‌اللهی‌وا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه افتخار. تشکر. ما سرآغاز شما رو تبریک میگیم برای به دست آوردن شاه جایزه. از دو مرتبه که شما شروع کردید در سبقت جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و همزمان در آزمون تلویزیونی پروین یک جهان خاطره با شما است و از خاطره ها از اشتراکتون در این سبقت ها است چگونه دور به دور مشکل پشت سر شدنی این سبقت ها حرف میزنیم. ژانر شش مقام من میدونم که شاه دیگر ژانر ها است. تمامی ژانر های دیگر سرچشمه میگیرن از ژانر شش مقام و شما همین ژانر مشکل رو انتخاب کردید. برای چی استعداد بود یا اینکه توصیه نفری بود به شما؟ از خردی شش مقام رو گوش نمی کردم ولی پدرم همین ژانر رو بسیار دوست می داشتن و وقتی که کودک بودیم در تلویزیون بهارستان آزمونی آواز طلایی می رفت و من ذوق کردم که در همین آزمون اشتراک کنم. از پدرم پرسیدم، پدرم گفتن که کدام یک تای شما اگر شش مقام خونده توانید من کجای گوید میبرم گفته وعده دادگی بودن پدرم در خردی و رفته از بین سالها گذشت در همین تلویزیون بهارستان 600 سالگی نقیب خان توغرل در تلویزیون بهارستان انسامبل شش مقام سرود می سرایدند و از همون سرود من دو مصرع همون رو از یاد کرده به پدرم زمزمه کردم و به پدرم زیاد مخکول شد و مرا همین خیل به مکتب موسیقی شهر ترسونزاده داخل نمودن. بعد از یک سال به آزمون پروین تلویزیونی پروین اشتراک نمودم. خودی همون سالی به انجام رسیدن پروین باز من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودم. باز همین خیل به کنسرواتوار ملی داخل شدم. بله. یعنی پیش از اشتراکتون در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شما اول در آزمون‌های سطحی تلویزیونی شروع کردید. سلامت باشید. شروع میکنیم از آزمون تلویزیونی پروین که اولین مرتبه شما اشتراک کردید در این آزمون تلویزیونی. از اشتراکتون حرف میزنیم، از خاطره‌های در این سبقت داشته حرف میزنیم. اولین آزمونی که من هنر و استعداد خودم رو سنجیدم شاه برنامه آزمونی پروین بود و اول کاستینگ بود. بعد از کاستینگ میگذشتی بعد به دور یکم رو خط میافتی. همگی 3 دور بود. در هر 3 دوری آن غالب برآمدم و صاحب جایزه گشتم. بله. سرودی که پیشنهاد کرده بودید خوندید به حیات یکم پیشنهاد کردید در خاطرتون است؟ همش هر یک دور اشتراک کردن من به یادم است. میتونید 4 مصرع زمزمه کنید؟ از کدام دور؟ دور نهایی. دور نهایی. یک نظر از تو بر خاک تپیدن از من، یک نظر از تو بر خاک تپیدن از من، یک سخن از تو بسد گوش شنیدن از من، یک سخن از تو بسد گوش شنیدن از من، چهره ننمودن و دل بردن و دوری از تو، ستم و جبر و جفای تو کشیدن از من، ستم و جبر و جفای تو کشیدن از من. احسن، سلامت باشید. بهترین بار دیگر قایل کردید که واقعا شما ارزنده همه گونه جایزه ها هستید. سلامت باشید. خب میگن که نفری که ژانر شش مقام رو خوب سرایده میتواند از عهده اجرای دیگر ژانرها نیز میبرد، مثلا ژانر استرادا خب و دیگر ژانرها. درست است؟ درست. شما در ژانر استرادا نیز میخونید سرود؟ همین خیل برای خودم یگان بار خونم میخونم، این خیل در یگان چوربینی خونده باشم یا مشق کرده باشم نه. یعنی برای خودتون میخونید بیت برای ما و تماشاگران نیمون نیست چور مصرع زمزمه کنید در ژانر استرادا اگر امکان باشد.
یک دل میگه برو برو، یک دلم میگه نرو نرو، طاقت ندارم به تو جانم، به تو چی کنم. میشه عشقی زیبا زیبا، بحری کوچکی رویا رویا، با یادی تویم هر جا هر جا، ترکم نکنی. قهرمانی برنامه نوبتی ما فرخنده غیبуллоева дар соли 2019 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азиз ман ки соли аввал яъне роҳандозӣ карда буд, иштирок кард, мақоми аввалро ба даст овард ва дар соли 2024 маротибаи дуюм иштирок намуд ва соҳиби шоҳҷоиза гардид. биёед аз соли аввали иштирокатон ҳарф мезанем. соли аввале ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам, дар синфи 11 таҳсил менамудам ва ман бо хоҳиши устодам Худойбердиев Гулмурод, устоде ки дар мактаби мусиқии бачагона ба ман дарси шашмақом медоданд, бо хоҳиши он кас умуман боварӣ надоштам ки дар ин озмун ғолиб мебароям, вале он кас боварӣ доштанд, ту мегузарӣ, ту якум ҷоро мегирӣ, мегуфтанд. дар соли аввал сину солҳо тақсим, мисли ки ин солҳо сину сол тақсим карда шудагӣ аст, тақсим набуд ва ман мегуфтам ки ман хурд ҳастам, дигар донишҷӯёни консерватория иштирок мекунанд, гуфта фикр мекардам ва ҳамин хел ман иштирок намудам ва дар ҳақиқат сазовори ҷои аввал гаштам. ман фикр мекунам дар аввалин сол иштирок кардан ва дар аввалин сол мақомро ба даст овардан ҳам як хурсандӣ барои шумо, барои устодатон, барои падару модар фикр мекунам. бале, ва дар хотиратон аст ки кадом сурудро пешниҳод карда будед? ҳамон суруде ки дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2019 пешниҳод кардед, замзама мекунем. بیا که زلفی کجو چشمی سرمسار اینجاست، نگاهی گرم و اداهای دل ربا اینجاست. ای آنها یارم جانم، بیا که زلفی کجو، بیا که زلفی کجو چشمی سرمسار اینجاست. جانم نگاهی گرم و اداهای دل ربا اینجاست. جانم بعد از آن که شما در این سبقت در سال 2019 اشتراک کردید، مقام اول رو به دست آوردید، بعد از چند سال اویله‌دار شدید و شوهرتون نیز در ساحه فرهنگ و صنعت فعالیت میکند و خوشبختانه شما همراه شوهرتون در این سبقت اشتراک نمودید، در یک محیط اویله آماده شدن برای یک آزمون، یعنی سبقت کردن. خب درباره آمادگی های خود حرف میزنیم. همین سال نیتی اشتراک کردن نداشتیم، هم شوهرم اجازه نداشتن، هم من هم در نیتم قوی نبودم و وقتی که شوهرم از ناحیه شامنصور اشتراک نمودن، سزاوار جای اول گشتن در دور یکم. وقتی که یکم جا گرفتن، افتخارنامه‌شان را آوردن، بسیار من از این روح بلند شده خواستم که اشتراک نمایم و از سببی که کودک خردسال داشتم، هم در کنسرواتور دانشجوی کورس 4 بودم. بسیار مشکل بود همراه کودک رفته آمدن به درس و استادانی کنسرواتور ملی تشکر خودم را میرسونم که همه آنها به من یاردم دادن. لحظه های بود که کنسرت میشد در کنسرواتور، کنسرت های صنفی میشد، کودک گرفته من در بغلم گرفته میشستم، معلم ها یاردم میدادن. یعنی کودک رو موقتا دیگر کس نگاه میکرد، شما با تمرین ادامه میدادید. بله. هم کورسای هم نیز یاردم میدادن
و مشکل که بود بعد شوهرم نه کمتر کودک کلانتر که شود نصیب باشند سال آینده اشتراک میکنی گفتن و من در مقصدم قوی شدم که نه اشتراک میکنم همین سال باید اشتراک کنم گفته مایل جای دوم یا سوم جایم گیرم مایل یکم جایم نگیرم همین سال اشتراک میکنم گفته مقصد گذاشتم و آخران روز بود که ما نامنویس کردیم. در دور اول بسیار مشکل بود من مشق کرده نبودم روز دوشنبه الکی روز شنبه ما نامنویس کردیم روز دوشنبه الکی آزمون شروع میشد تیاری که خوب نداشتم به هر حال من جای دوم گشتم. در دور دوم من 2 روز پیش از آزمون من زکام شدم آوازهایم گرفتگی زکام شدم بیمار شدم هرچند طبابت هم کردم تا روز آزمون من صحت نشدم و اگر روز آزمون من صحت نشوم اشتراک نمیکنم گفتم با دلم قرار نگرفت به همون بیماری هم نگاه نکردم من اشتراک کردم در دور دوم خوشبختانه سزاوار جای دوم گشتم در دور دوم هم در دور سوم باشد آمادگی جدی دیدم مشق کردم بیمار هم نبودم و سزاوار جای شوجایزه گشتید سلامت باشید یعنی سزاواری هم شوجایزه هم 50,000 سومون هم آبرو احترام میونی مردم تشکر برای شما سلامت باشید. ادامه برنامه افتخار است خسته نباشید تماشابینان عزیز و قهرمان برنامه نوبتی ما هستند غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من یعنی گیرنده شوجایزه انیقترش فرخنده غیبالله و اکنون بیت 4 مصرع خب سروده که شما در دور نهایی همین آزمون زمزمه کردید در سال 2024 خب یک جای میشنویم آن سیه خاله که بر رخسار جانانی من است آن سیه خاله که بر رخسار جانانی من است خنجری مژگان او پیوسته بر جانی من خنجری مژگان او پیوسته بر جانی من است ناصیحا بیهوده میگویی که دل بردار از او من به فرمان دلم کی دل به فرمان من است من به فرمان دلم کی دل به فرمان من است. سرود رو شما طرز زمزمه میکنید که به دل هر یک شنونده به دل هر یک تماشابین البته راه مییابد بهترین سلامت باشید و نگفتید که شوهرتون در کدام نامیناسیون اشتراک کرد؟ شوهرم در نامیناسیون کمپوزیتوری اشتراک نمیدم. بله. آهنگسازی. یعنی آهنگساز هستن شوهرتون. بله. شما الکی دوره دانشجویی رو نیز پشت سر کردید. کجا میخواهید فعالیت بکنید یا عین زمان یگان جو فعالیت دارید یا نه؟ عین حال در نقشه هست که با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به کار درایم و حجت‌هایم را جمع کرده ایستادم. یعنی در انسامبل شش مقام. بله. با استعدادی که دارید واقعا هم شش مقام که صنعت سنتی مردمی تاجیک است در عرصه جهان شما بالا می‌بردارید. تشکر برای شما و اطمینان دارم که البته این اول و انجام سبقت‌های شما نیست و شما باز در سبقت‌های دیگر در سبقت‌های شاید سطح بین‌المللی اشتراک فعالانه خواهید کرد و همین گونه تصمیم هم هست یا نه؟ البته تصمیم دارم که در آزمون‌های جمهوری بین المللی اشتراک نمایم و هیچ نمیخواهم که اقلاً در آزمون‌های دولت جمهوری ازبکستان اشتراک نمایم. بله سلامت باشید. بسیاری بران اندیشه‌اند که پدر و مادران دختران را یعنی نمیمونن اشتراک کردن یعنی صد روح اشتراک دختران در آزمون‌های سطح جمهوری میشوند بعضی از پدر و مادران. خب وقتی که شما اشتراک میکردید دستگیری پدر و مادر چگونه بود؟ وقتی که از عائله دختر همین راه سمت صنعت را انتخاب میکند شد حالت‌های بود که پدرم یک روز میماندن یک روز دیگه نمیماندن
وقتی که در آزمون پروین اشتراک کردم، یکمین آزمون بود. در همین آزمونی که من اشتراک نمودم شرط گذاشتن که من مایل خی اگر تو زور باشی در همین آزمون میگذاری، اگر که نتونستی تمام همه چی دل تکن کنسرواتور داخل نمیشی، دیگر اشتراک نمیکنی، تمام این هنر جمع میکنی. همین خیلی من غالب برآمدم و باز وقتی که در این آزمون اشتراک کردم، آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، در این آزمون هم همین شرط را گذاشتن که اگر که تو زور باشی میگذاری. ولی باز خوشبختانه من جای گرفتم و پدرم نیز از من هم زیادتر پدرم خرسند بودن که میگفتن که وقتی که تو جا میگیری غالب میبری، من در نزد دیگران سربلند میشوم. و وقتی که من گذشته بودم پدرم من زنگ زده. اول پیش این آزمون در تلویزیون وقتی که برآمد میکردم، یگان برآمد داشتم، پدرم خالی نبودن که به همه زنگ زنن گویان که انا دختری من برآمد کرد، شرم می داشتن همین چی. ولی وقتی که در این آزمون جا گرفتم، در زنگ زده دختری من جا گرفته است. وقتی در تلویزیون باوری حاصل کردن که شما واقعا هم از عهده‌اش میبرید. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما تماشابینان عزیز. هرچند که فرخنده نتوانست شاه جایزه خود و افتخارنامه و دیپلم خود رو به استودیوی ما بیارد، ولی از زمزمه سرودها از صحبت باور دارم که البته شما یعنی نبودن شاه جایزه و نبودن دیپلم فرخنده رو حس نمیکنید. تشکر برای شما. شما به نفرانی که میخوان در این سبقت سطح جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کنند چی مصلحت میدهید؟ به جوانانی که اشتراک کردنیان توصیه میتیم که اولین درجه باید آدم به خودش باوری داشته باشد. من در همین سال هم به خودم باوری نداشتم. خودم رو بسیار با دیگر کسا مقایسه میکردم. انسان باید چی صنعتکار باشد، چی معلمه باشد، چی دوزنده باشد، چیزی که نباشد، باید یگان وقت آدم خودش رو با دیگر انسان مقایسه نکند. وقتی که به خودت باوری میکنی من میتوانم، میگویی این از آسمان ستاره کندن نیست، همه کار میشود، فقط مشق کردن در کار. من در دور اول دوم مشق خوب نداشتم. وقتی در سیوم دور مشق خوب که کردم، زحمت که کشیدم، عذاب که کشیدم، سزاوار شاه جایزه گشتم. و به دیگران گفتنی هستم، آدمایی هستن که اشتراکچانی که نمیگذارن، از این چیز باید خلاصه نغز برورن، این خیلی نیکی رو افتاده شوند. تماشابینان عزیز، ما آیسته آیسته به قسمت انجام برنامه نزدیک شده ایستادیم و در انجام باز میخوایم 4 مصرع سرود دیگر رو از زبان فرخنده بشنویم و با همین با شما خیر خوش میکنیم. بعد بر دلی ما گر نمی آیی، به چشم ما بیا. بر دلی ما گر نمی آیی، به چشم ما بیا. از محیط اندیشه داری، بر لب دریا بیا. از محیط اندیشه داری، بر لب دریا بیا. خاک بر چشمم زنند نظاره همچون گرداد، ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا. ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا. سلامت باشید. تشکر برای شما. در آینده در فعالیت منبع شما برای کامیابی خواهانم و اطمینان دارم که البته منبع نیست همین گونه بازم در سبقت‌های دیگر اشتراک میکنید و پرچم تاجیکستان رو بلند میبردارید. سلامت باشید. خوش آمدید بار دیگر به تلویزیون بهارستان. شما هم تشکر که مرا دعوت نمودید. ما با شما خیر خوش میکنیم، اما در انجام سرودی که فرخنده غیب‌الله و در دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2024 پیشنهاد کرده بودند یک جای تماشا میکنیم. خیر تماشابینان عزیز، تا برنامه نوبتی تنصیحت باشید.
که بر رخساری جانانی من است. خنجری مژگانی او پیوسته بر جانی من است. خنجری مژگانی او پیوسته بر جانی من است. ناسیها بیهوده میگویی که دلبر دار از او، من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. گفتم این نازک بدنم میآید از تو بوی مشک. گفتم این نازک بدنم میآید از تو بوی مشک. گفت کنای مشک از آن این زلفی پیچانی من است. گفت کنای مشک از آن این زلفی پیچانی من است. گفتم این نازک بدن عاشق مکش کم ناز کن. گفت عاشق میکشد چند روز دورانی من است. گفتم شیرین سخن بر گردنت ماری سیه. گفت کی مار از آن کاکل پریشانی من است. احمدی جامی ز عشقت سوختم من آن اندیشم. احمدی